مدیر عامل هر کی که میخواد باشه، مدیر عامل باید اصلا مدیر عامل معاون کل وزارت کل ایرانه باش. آدمه شاخه سرش نداره. ما تو ذهنمون آدم‌ها رو بزرگ می‌کنیم، می‌ترسیم بریم طرفشون. نشده که اونم مثل من و شما نفس داره می‌کشه، آدمه. هر کی میخواد باشه، میخوای امضا بکنی، من ببینم تو داری امضا می‌کنی. من ببینم مشخصات قیافه رو ببینم. پشت در بسته ندید قرارداد رو تو اتاق جان این قرارداد من آخرش 100 میلیون در سال میرم پشت. ببین شاید اتفاق نیفته ولی یه بار بیفته زندگی رو خراب می‌کنه. یک بار. فقط یک بار بیفته زندگی سالها عمر رو عقب می‌ندازه. ضمن اینکه افسرده، سرخورده، داغونم که میشه، شما حساب کن یه پول رو چند سال طول می‌کشه به دست بیاره. تو رو خدایی موقع آقا بهتره که واقعا شیکه، واقعا با کلاسه. خب قرارداد داریم میدیم تو اتاق بدیم آقای مدیر عامل امضا بکنه. از کجا میدونی مدیر عامل داره امضا میکنه؟ از کجا میدونی؟ عشان ایکس داره چشه، من میخوام ببینم مدیر عامل امضا بکنه. من میخوام به تو تعهد بدم. ببین قبول داریم ما الان تو کشورمون یه قراردادهایی هست بهش میگن قرارداد الحاقی، قرارداد زورکی، به زور. مثل این مناقصات، مثل این بدبختی پیمانکاران که تو کشور شرایط اقتصادی پیش اومده. به زور میان مناقصه میذارن قراردادم میچسبونن بهش.